سال 1959 شوروی سابق. 9 تا جوان، دانشجو، کوهنوردای حرفه‌ای، آدمایی که میدونستن دارن چیکار میکنن. سرپرستشون یه نفر بود به اسم ایگور دیاتلوف. آدم آروم، حساب شده، نه اهل ریسک الکی. هیچکس فکر نمیکرد اسمش یه روز بشه اسم یکی از ترسناکترین پرونده‌های تاریخ. سفرشون عادی شروع شد. میخندیدن، عکس میگرفتن، شوخی میکردن. حتی یکی از بچه‌ها وسط راه مریض میشه و برمیگرده. همین یه تصمیم ساده جونش رو نجات میده. اما بقیه ادامه میدن. میرسیم به شب اول فوریه. دما -30 درجه. باد تیز و برنده بود. اون شب چادرشون رو روی شیب کوه میزنن. یه جای بد، یه تصمیم عجیب، ولی انگار یه چیزی مجبورشون کرده همونجا بمونن. و بعد یه اتفاقی میفته. چند هفته بعد تیم نجات میرسه. چادر رو پیدا میکنن. ولی یه چیزی خیلی غلطه. چادر از داخل پاره شده بود، نه از بیرون. لباس‌ها، کفش‌ها، غذاها همه سر جاشون بود. اما خودشون چی؟ انگار با وحشت فرار کرده بودن. اولین جسدها پایین کوه پیدا میشن، بدون کفش و تقریبا بدون لباس، کنار یه درخت. دستاشون سوخته بود، انگار تو اون سرما آخرین تلاششون روشن کردن آتیش بوده. 3 نفر دیگه داشتن برمیگشتن سمت چادر، ولی هیچ کدومشون نرسیدن. اما ترس واقعی اونجایی شروع شد که 4 جسد آخر رو پیدا کرد، زیر برف. یکیشون زبون نداشت، یکیشون چشم نداشت و قفس سینه‌شون کامل خورد شده بود، بدون حتی یک زخم روی پوست. پزشک قانونی گفت این نیرو عادی نیست. لباس بعضیا رادیواکتیو بود. پرونده خیلی زود بسته شد. همه چی رفت زیر مهر محرمانه. علت رسمی نیروی طبیعی ناشناخته و تمام. تئوری های این پرونده: بهمن؟ نه، شواهدش نمیخونه. حمله حیوان؟ هیچ رد پایی نیست. آزمایش نظامی؟ خیلی اون شب نورهای عجیبی دیدن. یا شاید چیزی که دیدنش آدم رو وادار میکنه بدون فکر فقط فرار کنه. اون شب یه چیزی باعث شد 9 تا آدم عاقل با پای برهنه به دل مرگ بدون. پرونده بسته شد، اما ترسش نه.